به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان گرامی، به برنامه داستان‌های حکمت آمیز خوش آمدید. حکایت حاتمی طای. یکی از پیرمردان از انبار حاتمی طای به اندازه 10 مثقال قند سفید درخواست کرد. از گوینده این خبر یاد دارم که گفت حاتمی طای به جای 10 مثقال قند 1 خلطه قند به او فرستاد. زن حاتم که در خیمه بود و ماجرا را می دید گفت: این چه کار است که شما می کنید؟ حاجت آن پیر بیش از 10 مثقال نبود. حاتم با شنیدن این سخن خندید و گفت: ای دلارامی جان، اگر او به اندازه حاجت خودش درخواست کرده باشد، پس جوانمردی خاندان حاتم کجاست؟ هر خاندان می تواند مقدار حاجت را که درخواست کرده است برآورده گرداند و اگر حاتم نیز مثل آنها رفتار کند، با دیگران چه فرق دارد؟ خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.